وقتی که رسول اکرم از دنیا گذشتند، ابوبکر میگوید من برای طهارت کردن به خانه رفتم. این زمان بود که میگوید دروازه من تق تق شد. یک شخص نزد دروازه فریاد میزند ابوبکر. وقتی میبرایم چی هست، چی گپ است؟ نگاه میکنم چهره این انسان الکه چهره گویم که ترسواره هست و آوازش کنده کنده میبراید، سخنرانی کردن میتواند. گفتم بگو چی خواست داری، چی درخواست داری؟ گفت ابوبکر حبیب خدا از دنیا گذشت. ابوبکر میگوید وقتی که این سخن شنیدم دیگر این اون جسارتی که ابوبکر صدیق داشت دیگر پام از زمین کردن نمیتوانستم. به معلم ماندم، به نصیحت کننده ماندم.